انواع گوزها: گوز نینجا. بعضی گوزها مثل نینجا میمونن، بدون هیچ صدایی میان و فقط یه بوی خفیف به جا میذارن. گوز انفجاری. این مدل گوزها یه طوری هستن که میخوای یه گوز آروم و بی صدا بدی، اما ناگهان با صدایی وحشتناک مواجه میشی و شرفت به باد میره. گوز بی‌وفا. بعضی وقتا گوز بهت خیانت میکنه، دقیقاً وقتی که تو یه جمع مهمی و سعی داری با تمام توان کنترلش کنی، اما بی هوا از در میره و تو فقط امیدواری که کسی نفهمه. گوز استراتژیک. بعضی وقتا گوز میتونه مثل یه سلاح عمل کنه. اگه دورت شلوغه و تو خوشت نمیاد، یه گوز آروم و سوسکی میتونه بقیه رو دور کنه. گوز ریسکی. یک نوع گوز هست که وقتی حس میکنی باید بدی، اما نمیدونی که آیا فقط یه گوز ساده هست یا یک ریسک خطرناک. این گوزها معمولاً در مکانهایی مثل آسانسور یا کلاس اتفاق میافتند، جایی که هیچ فرصتی برای فرار نداری. گوز خائن. این گوزها زمانی میان که تو انتظارش رو نداری. مثلا تو جمعی داری با جدیت حرف میزنی، ناگهان گوزی ازت خارج میشه و میرینه تو شخصیتت. تو کامنت ها بگید با این مدل گوزها سر و کار داشتید یا نه، اینم بفرست برای رفیق گوزوت.